Assalamualaikum baba. Waalaikum. Jadi, Syukur. sudah kami berusaha. تیر میشه دیگه. کیف نسوار کوسه شما نزده. نه. نه بابا، کیف نسوار به سر من نزده نه. تو کجا بودی بابا؟ به سرا بودو. به خوار و افتاری و ایدی میارم. شما یا مدام گفتم پول بدیم و دومات چیز میزی بخرم. ها به خوار تو افتاری و ایدی میارم من پول بدم که برم با دومات خود چیز میزی بخرم. بلیا. این سرترشیار همگی مادر تو میکنه. عجیب شرایط شده. چیزی بیارم اگر با وقتیم چیزی بدین که ببرم. بلیا. بابا خوب رسم داده. چی رسم داده؟ چرا به دوری ما رو وقت بودک رسم نبود؟ کال رسم شده. یعنی با وقت شما چی و شما افتاری ایدی نیاردن؟ نه این رسما نبود. بابا آل شرایط این روز به روز فرق میکنه. چند مادر تو گفته پول بدین؟ 5-6 مبارک باشه. ما بقدر پیار خوب 100 روپیه نمیدم. ما 5-6 هزار روپیه میدم که بریم با دومات شما خرید کنی. بلیا. همین تا که مادر تو سرتراشی کرده بگو برو از هر کس قرض میکنی قرض که برو با دومات خوب بقا. وقتی برو ببینم استاد نشو. وقتی بابا شما کو گپا بچا خوردم میزنه. بعد آخه چرا بد باشه بابا؟ او افتاری ایدی و شما هیچ چیزی شما نمای با ببری. دومات من هیچ چی ندارم که بدم. خلاصه گپا با تو بگو. وقتی برو بلد کار کن. آخه بابا یک جوری کاش یک دست رفته یا یک عطر اینا که مادر آدمی بستونه. هیچ چی ندارم گفتم با تو. یک پنجی ندارم که بدم. برو با مادر خوب قرض فرضی بکن. وقتی برو پیش رو استاد نشه که ما کار دارم. وقتی خب بعدیم بابا دیگه تو نم بعد ما برم جلو 20 قرون زن ما خجالت زنیم. ها شما خوب خجالت هم میکشیم. اگه خجالت میکشیدیم بر بازار قرض نمیکنیم. من کجا بمیدم برو 5000 روپیه قرض کنم بیارم با مادر تو بدم. وقتی برو. ندادیم آخه. ندارم آخه. هیچ 5000 روپیه تو برو بیار بده برای از کی بار خرید کنه با دومات خو. 5000 روپیه دوم با مال خرجتون آخه. از کجا بیارم این وقت حاله؟ ما برم قرض کنم که یعنی اسم تو بالا را که با دومات کی برات خرید کرده. زندگی من خراب کردین شما. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مونده شدیم زیر صحبات شما پوده شدیم زیر صحبات شما. گینه بابا اشتنه چکر در بس کسته بابا لولواکیو آها بابا باشه کمک میکنه شما بیایی میبر از در نفت حوال شما. بابا مادر ما گفتم برو به بابا خوب بگو که چیز کنیم پول بدین که به خاطر ازی که انمان به عروس خو یعنی نزبات ما به خیر خوشی افتاری ببریم به کنار افتاری به چینگی و خاطر کمال میگم وقت 27-28 روز دیگه به عید مونده انا به خیر خوشی زودتر کلک خور بکنه. خب این تا اشتار شما مادر بچه خیلی اشتار شما صافه. این وقتی بی پولیسه که این وقت بدبختی ها مارسه که پول ندارم که می درم تیار کنم. تو میگی پول بده که ما چو ایدی بباریم چی بباریم چکار کنم فلان کنه. ما کجا پول بیارم؟ بابا جسه کنه همین در باغچه ما فقط میگی در سگ دیونه گرفته سال به 12 همین در باغچه ما شکسته حتی به وقت میوه‌دونا شکسته گناه منه و گناه نسبت منه. بابا جو همین 10 دقیقه جلوتر خسرو تو به ما زنگ زد. با گفت کاکا جان نه شما نه ما
نه ما چیزی داریم که دماغ خوب چیزی بستونونی هم شما چیزی داریم که برای خود چیزی بیاره. نه شما چیزی دارم برای خود چیزی بستونه نه ما هم چیزی بستونه که یعنی چی؟ یعنی هیچی گفت نه من ایدی میدونم دماغ خونی هم شما ایدی بیاریم دختر من. بابا نانی میگم این با خسار چی گپه خسار مزنون سیست او نمیخوره. خب بابا جو وقتی که اینا با تو چیزی نستم میشته به دختر چیزی بستونم پیار خوب بگردم. خب اگه ما بباریم شاید بستونه نمیستونه با ما بگو که من یک خوشه نمیستونم یا ما دارم که چیزی بستونم. یک جنگ با نانی ما بزنی. لا اله الا الله محمد رسول الله. شما نانی ما افتاره صاحب کو بالا کنی صدای بابا. بله چی میگی زن؟ چی میگم خب جای کدام بچه دارن بره کدام دیگه دیگه پیش شما فیل بدین که بره یه بستنی براسمه زنجو جگرمه نفسمه تو سگو چی میگم همی 100 جلویتر نورالله به ما زنگ زد که من به بچه تو ایدی میدونیم تو به دخترم ایدی بیا مردی لک بله ما به نورالله چی کار دارم نورالله بسیار کار داره وقت بسیش هم سوی رو چی رقم طرف بالا کنم بگه ندیش کدام به دختر عرص که ایدی و بستری ببره سکو تو چی مدگی لک سکو که چی میگم او وقتی که یک جفت کشی مرد نشه به بچی بستونه میشته مردشون بره دختر افتری و وقت ایدی و کشن ایدی ببرم شما کی مرد شدیم؟ خانه نداره پول بدین که بره خودی ما بره به شهر بره بستونه بابا کم یک گریپ پول ندارم لیلا که همین در بخشت گیشتم من کجا پول بیارم برای شما بدم به قبرستان سیاه کنه بره بابا کش به قبرستان نداره به خود میکن داره تو خود به قبرستان کنی گپر میزنی بابا جلو زبان خود بگیری لیلا تو هر چی نکنه مادر من پیار خود بگردم اگه مادر تو نه زن منه تو اختیاراتی نداری من میرم قرض بکنم معروف خونه کنم تو بد میکنی که قرض میکنی من کجا بیارم بدم با غذا من میرم من بچه مدیجاته نه بابا زن همین که وقتی یک جفت کشی امنیت ندار سسات به قیمت مرد نمیشه بستونه بچی می یک دستمال ابریشمی که سیری به قیمت مرد نمیشه بستونه بابا چی به خودی چی نکنه بابا خاطر ابریشم بچه خود برم تو خود به قبرستون میکنی اختیار خود هر کار میکنی اگه قرض میکنی با قرض خود تو بدی من ندارم پول به قرض بکنم معروف خونه رو ایدی و افتری میخرم خب سایکو با تو بچه تن کار کنی پولا مردم رو بده بده خب باز وقت بزنم خدا پسون برو پول ملاک هم نیه بده شما سختیم بابا سختم اگر این پشویل بچلفتم و خودتو میفهمی من میفهمم سختیم سلام بچه خاله گیل جو شتنی جان جوره چی مبارک باشه چی مبارک باشه موتر سیاه شما از حال یه موتر خب میفهم از حال اینیه روز کنی بخیر همین میبینی میگی مبارک باشه خب خواهیات من نمیره با راستی که فقط مثل سب گوری ما میتون پاکه چی گفایه خیرتی شو کجا جانجوره کجا میری مادر من با مادر شما سلام میگفت برو بعد از سلام بگو که اگه داریم یک اندازه 6-7 ظریفه پول بدیم به خاطر که انا میرم به نوزباد من چیز میخرم ایدی و اشتری میخرم بیشک ایدی میبریم اشتری پیار میگفتم فقط ما این برای کمک گندمای نمیراد بفشیم فقط تا به صبح پس صبح خاطر که تعطیلی این روز تا به صبح پس صبح پس پولا شما پیار من میدم به دست مادر من مادر من میده دست من میارم چی خدا تو بگردم افطاری و ایدی و عروس بردن کار خوبیه ولی برای شما که پول ندارین به درد نمیخوره من پول ندارم که تو بیاین در کش مکنم تو پول بدم اوزا کشمیشیه هم 200-300 دیگه اگر پول داری بده که تای موتر کل بلوزم چند که تا اون بازار برون کار دارم بفهمیدی ناراحت هم نشی خب برو سیکو به چخاله داری پس به درد چی میخوره اگه من 200-300 دیشتی میرفتم چیز میجی میخریدم میبردم افطاری با چند گفتی نیش 6,000 تا آخری 7,000 خالم چی خالم خونه میام انا سر شما کو آخه دیشه و خونی خوار منم نامینه بابا یعنی یک لیتر پول نیه
نه بچه خالی خوب بگه من 200 دیگه کسی خونه دارم تو گپ 5-6 هزار میزنی برو ما این چه کار وقت پول نداره خب راست برسومه برو پیار خوب است چه پیار تو نمیده نه خب پیار خدا ورستی پیار تازه و سشون نمیخواد آدم سختیه نه برو رو مثلا نیه او دیگه صحبتانیه نشی برو گینه جو چی خالی خوب بگم گپ به پول باشه ما پول نداری اشته که تو ارز شو میمون شما شدم پیش همای ما بلا کرم جون بیا کشو گوه باش بیا مطمئن دیدی تو تو فهمیدی نام خدا برو دیگه رو نکو حالم رم خب گیله که تو هم بعضاب کاری خراب کاری اینطور بدی نمه بکسیده دلجم بود گم هست ما میتر راه خور گم کردم طور دیدم راه خور گم کردم یاره گیله خوب پس تو چرا بل بدی نترسیدی کی؟ تو چیز حقیقی تو گوچی خالی میدهی برو یعنی چی بیچ یا خالی منی اول به صلاح نه دادی تو نه نیم نه به خونی خوار من رفتم برو پیار خوب اشو مادر خوب استونم پول اشو بستونم من برو دیگه شو مدر تو مگرم پول میداد دیگه حالا که میگن ندارم خوش شمارم یه میگفتم برو تو قرض کن تا اون گندمار بفروشم پیار تو قرض تو گندمار بفروشم آه. خب بیرو که گندمار با دیکنه محله میخرم برو نمزاد کلا پخ تو ایدی افتری ماشی بابا قیافی رو میخوره تو همه ایدی میگوری دیدی بچه همه شتنی بچه ماما جو جنجال خیلیات چکای میکنی چنین جدت ای چم چمک دارم بری حقا جوش تیز منی گلی آه. تیز کن برو آدمه ساو کن خیلی بیدی چی گپایه تنهری شکر چی عجب اجی طرفا کار زنده باشی. ماتی دیشتی سلامت باشی بچه ماما مدر ما به شما سلام میگفتن گفتن برو به مدر کجیر بگو که انا 7000 تا آخر 8000 پول به ما بدین خاطر به نسبت ما یا من افطاری ببرم و ایدی 8000 تا به 7000 که 15000 میشه گی لگوه ما به سر پام شیستیم برای نه 15000 نه 8000 الی 7000 که ما این چه کار بکنی ما این جو بخریم برزیم به پیش گوسپنده خواهدید اما به تو شلغم رزه میکنم به نسبت ما که افطاری همین درم غرج میکنه ما نمیگذاره افطاری و ایدی ما این خوده یه نگی بچه هم بشنم شما بخورده لوش خربزه سیر دیگه شما ما این به نمزاد خویدی ببری آه شما که پول نداریم ایدی ما این چه کار ایدی هم به قرض شده که بیایی قوم خیشا پول قرض کنی ببینی ایدی بزن که بخری که برارم اونام با من میخرم شاید جوری توشه بخرم که به افغانستان تک باشه آسکا دمیت رخت لباس ما نو میشه گلا اگه ما با تو دروغ بگو که غیر از این پولا کسی بی اگه یک ریفیه دیگه با هم خیلی کو زندگی ما باشه حروم باشه اینا خیلی دهی خود بگی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 اگه اونا هرچی هست 18 22 11 اگه اونا میچله فدای شرط براره من ها اگه نمیچله دیگه که هیچ چی نداره اینا چندیه 400 گیله گیو خب امینا با کاره خب با همونا با کارتو میشه خود سیه ده همینا رو ببر بدی به همه من بگو کجیر داده مدر من مسلانیه گیله آه همونا کار شما میچله آه ایدی میشه لطفا میشه ایده برو جو برو بخیر برو خیر بینیم خیر خداحافظ خداحافظ یا اینا که گردن ما بند یک دیپه بودم بلانه خوی پولا میگم نانه کجی نداده ای 2 ای 3 ای 4 ای 5 ای 6 ای 7 ای چند ای 7 ای 8 میفهمم 8 ای 8 ای 9 ای اینا
چه کار میکنی کاکا اینجا؟ سلام کاکا جانشتنه کیار هستی؟ جانجور خیریته با پول شما نه جوندم میفهم تو بچه دو زینی نه گردانم من خودکی چی لکی که بودون تخم مرغا می جندم از خونام همسایا مرغا مرده اینا پولا نه جندم خواه کجا بودی گیلک جو؟ کی؟ اینا چی؟ اینا امی که کمی آمدم امال امی بچی همسایی ما گفت اگه اینا بگیر برو سرسایه روزه از تو ما گفتم به من غنیبت نیه به من شاید روان نباشه سرسایه روزه گفت برو اصلا سرسایه روزه انا بابا گفتم روانیه گفت برو خیلی باشه از تو جو اگه به جمع سرسایه روزه به تو داده پس بور به در سرایی که به یک بیوزن مسکینی صغیر یتیمی بده تو شکر دست پا تو تیاره پیار خوردری مادر خوردری زندگی شما دست تو به دهن تو میرسه حداقل هم روبرو خورکداریم به کسی خوبه که پیاله چای نون خشک نداشته باشه که شب یا روز بخوره گیلک جو سرسایه روزه و زکات به ما و شما روانیه خیلی رگاله با من میرم اینا چیکار می‌کنی شکم خب بعد نه خیرات میدم خود سرسایه روزه بستین با خیرات میدی ها دیگه قبول نمیشه بعد حالا من وقتی برو اول بستندم با بگم نمیشه بعد همسایه بیده که تو نمیشناخته که تو پیر مادر داری تو دست پا تو فعال تو جوانی نامزاددار هستی تو انگار اعمال خوندار گفته میشی آخه دین اومد قبرکن بود خب به دین اومد قبرکن اعمال همه زکات روایه باز با تو پول میده گیلا اما تو بگفت گفته هستم رسیاه من صبح از سر از این بیدم نانه ما به شما سلام میگفت گفت برو به کاکا خوب بگو بعد از سلام انا مدار اینا کشاد نداشته باشم پول 9000 تا به 10000 نموز پول به ما بده من به خاطر از اینکه ما هم به نسبت من چیز ببرم افطاری و ایدی ببرم من پولا شما به خیلی خوشی هم خر میشه که بفروختیم به خیلی خوشی پولا شما بیاره گیلک جو خر میشی شما کسی و بالا یک سوریکان هم آید باز تو به 8-9 می بفروشی غذامر میدی غذامر نده گردن خب پیش مکد نگو حمال یور ببور بفروش برو بخوی افطاری و ایدی ببور رمزان خود تو گپ خوبی میگی بزی وقتی بیکری چیز وقت حاصلانیه که آدم چیز کنه حالا مرتقه خر مایی چه کار کنه نه خر وقتی میخرن که کار غریبی باشه کار کنم از زمین ها آره ترکتول آمده چیز آمده چی آمده خر مایی که بخرم خود تو که میگی میفروشم البته وقتی که تو بفروشی ترکتور هر روز زمین قطع میشه گم میشه گیلک جو بونیله خر موشر به من اکو اگر تو مادر تو یا پیار تو برات پول ری کردم که 7000 من ندارم کار شما اگر به 200000 میچله اون برو از خونه بستو اگر نمیچله که من بیشتر از اون ندارم ها دیگه اینا پول سرسایه روزه هم میگذارم بالا مثل 20000 شما هرچی میگم بزی سرسایه روزار خودی از اینا قطعی نکو بور به دست نمیم مسلمون بیوزن مسکینی غریبی گدای گدولی به تسرک میبینی بده برای خوبه اون برو بخونه با 3000 پولی بخو بستو ها من زنگ میزنم برو گیلک 3000 پول بستو بیا بله این گیلک مستقیم بیا ماده ماله خب برو غیر مستقیم هم که بری گفت پینیه برو خوبه خیر بینی من از این میترسم که یا اونا را چیز زیر چینگنه لینچی خونه خوبه دیشته بشی یا به خونه عمه مامای کاکای دگی برفته بشی حتی الولی های کاکا ما دوزم ما تا حالا چند دفعه چرده بر شما آمدون دوزی کردون کاکا همون برار من پول به دستتو میده که تو بری اونا رو بخو خرج کنی نه خرج نی حالا من روزه دارم نام خدا خب بعد افطار من میفهم که روزه داری روزی خود میگیری منتها با افطار که بشه شکم تو با جل میفته که حالا که هم برو 3000 پول بود تو ببر به خونه خود اونا رو بابا تک کوچه شماره نکنی که از تو بود خوبه